حکومت قرقیزستان به نزدیکی شروع نمودن به برگزاری ریدهای زیر زنان که پرنجه و نقاب میپوشیدند. این ریدها یک قسم تدبیرها برای عملی کردن قانون منع نقاب میباشد. Onu hazır çekeceksin onun için. Administratif kodeksin negizinde ayıp pul salınatlı. Köçede mondan salınmaz. Zorunuz bulup, bırak nikahlı salınmaz gerek köçede. Vardınız, çeçim alıp koyunuz ha. Sizge hazır eskertü, anan giyin kizinde olsa protokol düzgüreriz. که از 1 فوریه سال 2025 در کشور به اعتبار گرفته شده است. نخستین رید در جنوب قرقیزستان در شهر جلیل آباد برگزار شد. در آنجا کارمندان پلیس در محله های سر آدم که مردم زیاد تشریف می آورند حاضر شده از زنان طلب کردند که نقاب را از روی خود بگیرند. قرقیزستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که منع نقاب مسلمانی که روی را پوره می پوشاند و تنها یک سوراخی را برای چشم ها می گذارد جاری می کند. از روی قانون اگر زنان در جایهای جمعیتی با پرنجه و نقاب پیدا شوند، آنها با جریمه تقریبا $230 که به منبع درآمد برای دولت تبدیل می‌یابد مجازات خواهند شد. تلکانال رگیون مدیا که آن را با رهبر خدمات مخصوصی قرقیزستان چبک تشیع پیوند می‌دهند گزارش داد که قانون منع نقاب گویا یک چاره برای تأمین امنیت در کشور است و گفته مسئولان منع نقاب میتواند کمک کند که شناسایی آدمان در جایهای جمعیتی آسان‌تر شود که گویا این خود مانع‌های احتمالی جنایتکاری و امنیتی را کم میکند که نمایندگان اداره‌های دینی مسلمان‌ها از جمله امامان مسجدها و دیگر تشکیلات‌های دینی مسلمانی در راه اندازی کارهای شرح‌دهی این قانون فعالیت میکنند. گزارش ها نشان می‌دهند که تعریف و تلاش ها درباره منع نقاب در یک قطار کشور دیگر به مانند فرانسه نیز موجود بودند، اما در قرقیزستان این قانون گویا با هدف مبارزه با تهدیدهای احتمالی امنیتی و نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی تصویب شد.